روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست. منظورتون از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی. در 10 دقیقه بعدی در برابر خبرهای دیگر از آمادگی روسیه به حل بحث‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان، پیدا شدن جسد آویزان رئیس یک جماعت در ناحیه شهر توس، نامه مادران مهاجران بازداشت شده تاجیک به عنوان امامعلی رحمان خواهیم گفت. در یک سال اخیر به تاجیکستان در حجم 700 میلیون دلار آمریکایی سرمایه خارجی وارد شده است. سعدی قادرزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفت از این مبلغ 340 میلیون سرمایه مستقیم است. به اطلاع او حجم واردات سرمایه خارجی به کشور در مقایسه با یک سال پیش از 280 میلیون دلار زیاد است. مثل سالهای پیش در بخش سرمایه گذاری مستقیم همان چین با 210 میلیون دلار در جای اول قرار دارد. رئیس کمیته گفت در کشور برای سرمایه گذاری فضای مساعد فراهم است و نوابسته از تاثیر پاندمی حجم سرمایه گذاری بیشتر شده است. ولی صاحبکاران و تاجران بارها از فضای نامساعد سرمایه گذاری، حجم گرانی اندازها و دیگر مانع‌های صنعی در کشور اظهار نگرانی نمودند. چون این مانع‌ها به قول برخی از تحلیلگران باعث گریز صاحبکاران از تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتر را در این باره شما می توانید در برنامه اخبار و یا سامانه‌های آزادی پیدا کنید. سامان ایر نیت دارد از شرکت آمریکایی بوئینگ 2 هواپیمای 737-800 را به اجاره بگیرد. در این باره قاسم ولیزاده نماینده شرکت سامان ایر روز 10 فوریه ضمن یک نشست خبری در دوشنبه اطلاع داد. او پس از انجام نشست در صحبت با رادیوی آزادی گفت در نظر است تا تابستان امسال هواپیماها را به دست دارند. ولیزاده تاکید کرد که هواپیماها تا 189 جای نشست دارند. به اطلاع او فعلا سامان ایر 6 هواپیما دارد که از این 4 تایش کارشایان بوده در خط سیرهای گوناگون پرواز انجام میدهند. سامان ایر شرکت خصوصی هواپیمایی در تاجیکستان است که بارها برای مونوپولی بازار مورد انتقاد قرار گرفته است. روسیه آماده است که تجربه بای خود را در مورد تعیین خط مرز با قرقیزستان و تاجیکستان در میان گذارد. در این باره معاون وزیر کارهای خارجه روسیه اندری رودنکا در مصاحبه با خبرگزاری تاس اظهار نظر کرده است. رودنکا تاکید کرد که وضع در سرحد قرقیزستان و تاجیکستان در وادی فرغانه ناآرام مانده است و مایه نگرانی جدی روسیه می باشد. ما همیشه جانبدار حل بحث‌ها با راه آسایشته هستیم، یعنی رعایت قطعی سازشی آتش بس، بیرون بردن نیروها و تکنیک‌های نظامی و پیشگیری از برانگیختن کینه و عداوت ملی از جمله در رسانه‌ها افزوده است. او از 970 کیلومتر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان نیمی از آن تعیین و نشانه‌گذاری نشده است و نامعینی سری چند وقت سبب بحث و مناقشه مسلحانه بین دو همسایه می شود. در آخر ماه ینور امسال در مرز میان اسفره و تاجیکستان و بادکنت قرقیزستان درگیری خونین سر زد و از دو جانب 10 نفر زخمی و از طرف تاجیکستان 2 تن کشته شدند. جسد رئیس یک جماعت را در ناحیه شهر توزی ولایت ختلان آویزان پیدا کردند. در این باره یک منبع از حکومت ناحیه به رادیوی آزادی خبر داد. جسد خوشقدم نادیروف رئیس جماعت جورا نظرف را شب 11 فوریه در منزل زیستش پیدا کردند. سبب مرگ رئیس جماعت هنوز معلوم نیست. مقامات حفظ حقوق در ولایت ختلان به تحقیق حادثه آغاز کرده است. به گفته منبع آزادی، حالا کارمندان جماعت جورا نظرف در این رابطه به اداره پلیس دعوت شده بازپرسی می شوند. گفته می شود خوشقدم نادیروف قبلا در اداره نتاریوس کار می کرد. او سرمتخصص شعبه تنظیم عنعنه و جشن و مراسم های جماعت بود. تفصیلات درباره این خبر به زودی در سامانه آزادی نشر خواهد شد.
مهاجری تاجیک که در یکاترینبورگ بازداشت و در سرکشی از امری نمایندهی حفظ ترتیبات عیبدار میشد 3000 روبل جریمه شده است. این حکم را دادگاه ناحیه‌ای ورخیسیتسکی صادر کرد. در این باره نماینده تاجیکستان در یکاترینبورگ به آزیا پلیس خبر داده است. مهاجر تاجیک خیریدین اودینایف ادعا کرده بود که کارمند پلیس او را در کوچه بازداشت کرده به جنگل بردند و از او پول طلب نمودند. در این باره روز 9 فوریه حامی حقوق والنتینا چوپیک خبر داده بود. در ریاست کارهای داخلی یکاترینبورگ گفتند مهاجر تاجیک که باید تفتیش میشد از پیشنهاد حجت‌هایش سرکشی و رفتاری نامناسب کرده است. کنسولگری تاجیکستان در یکاترینبورگ خبر داده است که در مرافعه دادگاهی خیریدین اودینایف، امبودسمن منطقه سوردلوفسک و نمایندگان وزارت مهنت تاجیکستان شرکت کردند. خیریدین اودینایف از بازداشت آزاد شده است. مادر 4 مهاجر تاجیک که در بازداشتگاه ایرکوتسک روسیه هستند در نامه از امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان خواستند تا به ولادیمیر پوتین زنگ زند و برای آزادی فرزندانشان کمک رساند. شب 12 نوامبر سال گذشته گروهی از ساکنان محلی در دهه زلاری ایرکوتسک با واگن 7 مهاجر تاجیک هجوم کردند و آن را آتش زدند. در نتیجه نسیم جان سیدعلی 21 ساله و سیراج‌الدین گلزاده 19 ساله 2 مهاجر تاجیک هلاک شدند و مقامات 4 همراهشان را با گمان اوباشی و قصد کشتار بازداشت نمودند. جانب تاجیکستان و نزدیکانشان این 4 مهاجر را جبردیده می‌دانند. مقامات روس حادثه را شرح ندادند. میرنبی طالب و مادر دلیر حسنوف روز 10 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که مکتوبشان را روز گذشته به دستگاه اجرایی پرزیدنت سپردند. سفارت تاجیکستان در روسیه و وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اعلام کردند که قضیه بازداشت مهاجران را تحقیق دارند و برای همه بازداشت شده ها ادوکات گیرا شده است. یک منبع نزدیک به تفتیشات بر رادیوی آزادی گفت مقامات محلی یک کارمند میلیسا را با گمانی دست داشتن در این حادثه بازداشت کردند. رکتوری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان گفته است سرایندگان زیادی که با شعرهای بی‌قافیه و بی‌منطق و آهنگهای سبک روی صحنه آمدند به جوانان و نورسان تأثیری بد می‌رسانند. موریدی نظامی رکتوری این دانشکده در نشست مطبوعاتی روز 10 فوریه از این سراینده‌ها سخت انتقاد کرد. او از هیچ سراینده نام نگرفت ولی گفته است آنها زبان تاجیکی را نمی‌دانند و کلمه ها را نادرست تلفظ می‌کنند. این مقامدار پیشنهاد کرد که زبان و شیوه سرودخوانی این گونه سراینده ها باید تنظیم شود و قبل از ثبت سرود باید با افراد آگاه مشورت کنند. در گذشته نیز پیشنهاد تنظیم کاری سراینده های خیابانی صدا داده بود. از جمله 2 سال پیش با تنقید از سرودخوانی قدم قربان یک سراینده محلی فعالان پیشنهاد تنظیم سرودهای سراینده ها را کرده بودند، اما برخی دیگر گفتند که از همه بیشتر سرودهای این سراینده ها پربیننده اند. مخالفان این نظر در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که اگر مقامات تلاش کنند با ایجاد ترانه‌های خوب ذوق مردم را بالا برند در این صورت چنین سراینده ها بی مخلص خواهند ماند. در ترکمنستان از ساکنان طلب دارند تنها نقابی سفید پوشند. مقامات شهر اشخاباد ولایت لباب و بلکن ترکمنستان ساکنان را مجبور میکنند که تنها نقابی سفید بر روی کشند. در این باره رسانه ترکمن نیوز با استناد به منبع‌های خود در ولایت‌های مذکور خبر داده است. مقامات شهر ترکمن‌آباد مرکز مأموری ولایت لباب منصبداران و خوانندگان مکتب‌های میانه را وظیفه‌دار کردند که نقابی سفید پوشند. از 6 تا 18 فوریه در شهر سنجش گذرانیده شده آموزگاران و مدیران هشدار گرفتند که برای نقاب رنگ تنبیه خواهند گرفت. در مکتب و باغچه‌های شهر ترکمنباشی ولایت بالکن نیز قاعده همسان جاری شده است. کارمندان مکتب‌ها وظیفه‌دار شدند که نقاب پوشی خوانندگان را سخت نظارت کنند. ناظرانی را در اشخاباد هنوز در ماه دکبر سال 2021 بازداشتن رانندگانی را آغاز کردند که نقابی رنگ می‌پوشند. آنها از رانندگان طلب می‌کنند که تنها نقابی رنگش سفید پوشند. دیرتر این طلب از پیاده‌گردان و دانش آموزان مکتب و دانشگاه‌های شهر نیز کرده شد. بنا به اطلاع منبع شخصانی که نقابی نادرست می‌پوشند 50 منات یا $14 جریمه خواهند شد. دوستان عزیز، اکنون برایتان درباره قرب اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع می‌دهیم. بانک ملی برای امروز 11 فوریه قرب
1000 рубли русиро 151 сомониву 20 дирам муқаррар намуда аст. $1 11 сомониву 30 дирам нарх дорад ва 1 евро бошад 12 сомониву 90 дирам таъин шудааст. бо арзи сипос ба якояки шумо бинандагони азизи радиои озодӣ ки ҳамарӯза ҳамроҳи мо ҳастед, ман нашри навбатии сархати рӯйдодҳоро дар ҳафтаи ҷорӣ ба поён мебарам. рӯзи хуб дошта бошед.